با پخش این توگمچه خوانندگان مکتب رقم 14 که در کنار راه ماشینگرد قرار دارد می توانند حرکت ماشین ها را باز دارند و از این راه گذرند. این چراغک هم بعد از حادثه زیر چرخ ماشین ماندن 3 خواننده همین مکتب در این راه گذاشته شد. با گذشت 10 روز از مرگ کریمه قربانوی 11 ساله و جراحت برداشتن 2 همسبق او در پی یک صدمه نقلیاتی در همین گذرگاه نزد مکتب آنها اکنون چراغک قامت افروخت. چراغکی که والدان معلمین مکتب 14 چند سال باز انتظارش بودند و چندین بار هم برای آن به مقامات مراجعت نمودند، اما مقامات به دلیل راه پروتکلی بودند گذاشتن چراغک در این گذرگاه را ناممکن می‌دانست. من خودم میومدم میگرفتم فرزندم من حالی خیلی مایده هستن، یکمش صنف 1 میخوند، دیگه‌مش صنف 3 میخوند. من خودم گرفتم میذارم اینکه به هر حال اون طالبانی که در صنف‌های 9 10 میخونند و گذراندن این خیلی مشکل بود، برای اینکه چراغکی راهنما نبود و بسیار رانندگان کودکان رو دیدن من نمیکردن و بسیار مشکلات میکشیدند طالبان. ما از این خوشحال هستیم که چراغ راهنما خیلی مشکلات رو آسان میکند. Когда не было светофора, было трудно переходить. وقتی چراغک نبود از این راه گذشتن خیلی مشکل بود. حالا که چراغک را نصب کردند خیلی آسان شده است. مگر برای نصب یک چراغک هلاکت یک نفر لازم بود؟ اما سویتلانا پیر و رهبری مکتب رقم 14 به این باور است که نصب چراغک در راه ماشینگردی نزد مکتب حل مشکل نیست. به باور او تا زمانی که فعالیت تاکسی های بیشمار و غیر رسمی خط سیر 3 در این راه تنظیم نشود، جان خواننده ها همانا در خطر باقی خواهد ماند. Сказать о том, что дети нарушили правила дорожного движения, я не могу, потому что масъалаи он ки кӯдакон қоидаи роҳро вайрон мекунанд, ман розӣ шуда наметавонам, чунки ҳар моҳ намояндагони бозрасии давлатии автомобилии ноҳия бо хонандагон вохӯрӣ карда қоидаҳои роҳро мефаҳмонанд. хонандагон роҳро тавассути гузаргоҳи пиёдагард убур мекунанд. дар фоҷиаи 7 март кӯдакон дар гузаргоҳи пиёдагард истода буданд. иштибоҳ аз тарафи ронанда сар задааст. нарушения идут со стороны водителей. حداقل در 4 سال اخیر این 4مین حادثه زیر چرخ ماشین ماندن خواننده های مکتب رقم 14 بوده است. اما صدمه مرگبار روز 7 مارس در گذرگاه نزد این مکتب که با مرگ یک خواننده و جراحت برداشتن 2 نفر دیگر انجام یافته در جامعه بحث های را به میان آورد. در مکتب و اطراف آن بسیار چیزها را تغییر داد. حالا دکانی که در مقابل این گذرگاه قرار داشت بسته شده است و والدان هم نسبت مکتب و راننده های کیراکرده خود برای بردن و آوردن فرزندان به مکتب سخت گیر شدند.